اگر در امارات شرکت دارین، یک نکته مهم را باید بدانید. فقط ثبتنام مالیاتی شرکت کافی نیست. شما باید اظهارنامه مالیاتی شرکتتان را هم در وقت تعیین شده ثبت کنید. اگر سال مالی شرکتتان در 30 نوامبر 2025 ختم شده، آخرین فرصت برای ثبت اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات 31 آگوست 2026 است. بعضی صاحبای شرکت فکر میکنند که چون ثبتنام مالیاتی را انجام دادن دیگه کار باقی نمانده، اما اینطور نیست. ثبتنام مالیاتی یک مرحله است و ثبت اظهارنامه مالیاتی یک مرحله دیگر. اگر اظهارنامه را به وقتش ثبت نکنید، ممکن است جریمه بشوید. جریمه تأخیر در ثبت اظهارنامه میتونه از 500 درهم برای هر ماه یا بخش از ماه تأخیر شروع بشود. اگر پرداخت مالیات هم تأخیر داشته باشد، ممکنه جریمه جداگانه هم در نظر گرفته بشود. پس اگر صاحب یا مدیر شرکت هستین، فقط به ثبتنام مالیاتی اکتفا نکنید. وضعیت شرکتتان را بررسی کنید و مطمئن بشین که اظهارنامه مالیاتی هم در وقتش ثبت میشه. این موضوع شاید ساده به نظر برسد، اما یک تأخیر خرد میتونه برای شرکتتان هزینه داشته باشه.